ببین رفیق، این همه گفتی هاوینگ هاوینگ هاوینگ، تهش هاوینگ شد. بیت کوین رشد قیمت که نداشت هیچ، داره ریزش هم میکنه. چه خبر از هاوینگ؟ ولش کن آقا، من روی این قیمت ها بیت کوین و اتریوم و همه آلت کوینامو میفروشم و از این بازار میرم بیرون. ما این بازار رو نخواستیم. این جمله‌ایه که این روزا همه یا برای من یادداشت میکنن یا توی دلشون با سرمایه گذاری روی آلت کوین ها و بیت کوین به این نتیجه رسیدن که این بازار به درد نمیخوره. اما امروز میخوام یه فکتی رو برات رو بکنم که بدونی بیت کوین زیر $70,000 انقدر مفته که مثل شاباشی میمونه که دارن رو سر عروس تومات میریزن، مثل بنزین لیتری 1500 تومانی که از آب معدنی لیتری 3000 تومانی هم بیشتره. این فکت‌ها رو که بشنوی اون وقت متوجه میشی که این بیت کوین رو باید بدجوری دریابی. پس تا آخرین آموزش با من همراه باش. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علیرضا هستم و اینجا چنل یوتیوب جیب پرپوله، جایی که هر هفته ویدیوهای آموزشی و درباره دنیای معامله‌گری و کسب درآمد دلاری در اختیارتون قرار میدیم. پس اگر به این سبک از آموزش علاقه‌مندی حتما ما رو سابسکرایب کن، زنگوله رو فشار بده که هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتیم بهت اطلاع بده تا اولین نفری باشی که میای و خودتو تو این حوزه بروز می‌کنی. میتونی توی پیج اینستاگرام هم ما رو فالو داشته باشی، چون اونجا هم هر روز اخبار و معاملات رو برات استوری می‌کنیم. داستانی که وجود داره اینه که دنیای کریپتوکارنسی توی چند وقت گذشته وارد یه فاز جدیدی شد. اتفاق هاوینگ اتفاق ویژه‌ای بود که ماینرها پاداششون نصف شده و با نصف شدن پاداش ماینرها، یعنی اگر کسی استخراج کننده بیت کوین بود و تا دیروز درآمدش بود 100 میلیون تومان، الان درآمدش شده 50 میلیون تومان. این اتفاق عجیبیه، چون یه دارایی ارزشمند داری که در ازای به دست آوردن اون بیت کوین قبلا بهت انقدی بیت کوین میدادن که میشد 100 میلیون، الان شده 50 میلیون. خب این اتفاق خیلی عجیب غریبه. دیگه برای ماینرها صرفه اقتصادی نداره بیت کوینی که براشون در اومده 50 میلیون. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببین، این مثالی که برات زدم خیلی مثال ساده شده هاوینگ بود. من قبلا توی این ویدیو آموزش مفصل‌تر و تکنیکی‌تر و اصولی‌تر راجع به هاوینگ رو دادم که میتونی بزنی و نگاه بکنی. اما در رابطه با خود بیت کوین، این بیت کوین انقدر ارزشمند هست، انقدر قوی هست که در حال حاضر یکی از قوی‌ترین ارزهای فیات کل دنیا دینار کویته. حتی در برابر دینار کویت که نسبت به دلار آمریکا، دینار کویت انقدر ارزشش بالایه که هر سال دلار آمریکا از حجمش کمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی به فرض اگر قرار باشه دینار کویت رو داشته باشیم و بخوایم دلار بگیریم، باید هی دلار بیشتری رو دریافت کنیم و ارزشش هی داره کم میشه. مثل ریال در برابر دلار، الان هست 50,000 تومان، ماه دیگه میشه 56,000 تومان، بعدش میشه 60,000 تومان، پلکانی میره بالا. این اتفاق دقیقاً راجع به بیت کوین میفته که در برابر دینار کویت که در حال حاضر قدرتمندترین ارز جهان هستش هم ارزشش 5000 برابر شده. این یعنی چی؟ یعنی یک ارز دیجیتال قدرتمند. من قبلا توی یه ویدیو توضیح دادم که اگر 1/100 بیت کوین الان داشته باشی، در آینده میلیاردر خواهی بود. این ویدیو رو برات اینجا ساختم. در مورد ستایش بیت کوین من تا دلت بخواد ویدیو دارم که بهت گفتم چقدر بیت کوین مقدسه و از دستش نده. اما داستانی که وجود داره، آقا این بیت کوین مقدس، خیلی هم کارش درسته، همه چی هم عالی. الان چرا وضعیتش اینجوری شده؟ با وجود هاوینگه که اتفاق افتاده که همه میگن بعد هاوینگ قیمت رشد میکنه میره بالا، چرا همچین داستانی براش پیش نیومده؟ چرا وضعیتش الان این روزا اینجوریه؟ یه مقاله ای رو جدیداً وبسایت کریپتو کوانت آورده بالا که داخلش کامل توضیح داده که در حال حاضری که ما داریم با شما صحبت میکنیم وضعیت به چه شکله. ببین رفیق، تا قبل از هاوینگ بیت کوین، یعنی توی تاریخ بخوایم حساب بکنیم، هول و هوش اردیبهشت ماه هزینه استخراج یک بیت کوین برای ماینرها و برای استخراج کننده ها در می اومد 49900. فرض بکنیم بگیریم $50,000. یعنی یه ماینر برای استخراج اون بیت کوین باید $50,000 هزینه بکنه. هزینه‌ای که بابت هزینه پول برقش میذاره، بابت استهلاک اون دستگاهی که برای خودش گذاشته میذاره، همه اینها رو که کم بکنیم $50,000 در اومده. و از طرفی بیت کوین باید با قیمت بالاتری باشه که هزینه تولیدش به صرفه دیگه. من اگر تولید کننده کفش باشم، برام هر جفت کفش بیفته 300,000 تومان هزینهش، خب باید اون کفش رو 400,000 تومان 500,000 تومان بفروشم که برام سودده باشه. من نمیام کفشمو 200,000 تومان بفروشم که. این اتفاق دقیقاً در رابطه با بیت کوین میفته. یعنی چی؟ در حال حاضر با محاسبات خیلی ساده به این نتیجه میرسیم که استخراج بیت کوین با این رقمی که نصف شده و پاداش نصفه
تقریبا چیزی حدود $80,000 در میاد. یعنی چی؟ یعنی من ماینر باید $80,000 هزینه بکنم، بیت کوین استخراج بکنم که اونو چند بفروشم؟ $60,000 $61,000. نه، اینجایی که داستان عوض میشه. آقا چی شده؟ پس چرا الان با وجود هاوینگ بیت کوین قیمت اینجوری مونده؟ اولا که این یه سیکل طبیعیه، این بالا پایینه کاملا طبیعیه. همیشه بعد از هاوینگ یک ریب زدنی، یه ریزش کوچولویی داریم. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون ماینرها از قبل تاریخ هاوینگ رو میدونن دیگه. مثل ایران ما نیست که خبر از تورم نداشته باشن، انبارشون رو ندونن کی پر بکنن. فرض بکن من تولید کننده لوازم آرایشم و میخوام لوازم آرایش بریزم توی مغازم. وقتی بدونم که قرار دلار بره بالا، 2 برابرم قرار دلار بره بالا، توی فلان تاریخ هم میخواد بره بالا، معلومه میرم انبارمو پر میکنم دیگه. انبارمو فول میکنم. حالا اگر دلار قیمتش 3 برابرم شد، من حاضرم مثلا روزی که خریدم 100,000 تومان و به جای اینکه بدم 300,000 تومان 250,000 تومان هم بدم، چون دارن رو 100,000 تومان رشد میکنم. اتفاقا دقیقا این مثال راجع به ماینرها هم میگنجه. به چه دلیل؟ ماینرها یه مقداری بیت کوین از قبل استخراج کردن و باقی مونده. بیت کوینی که براشون رو قیمت $50,000 در اومده، پس براشون ارزش داره روی $60,000 هم فعلا فروشنده باشن و سیستم رو به هم نریزن. اما از یه جایی به بعد قیمت تغییر میکنه. فرض بکنیم که اتحادیه از فردا اعلام بکنه آقا قیمت رژ لب باید باشه 200,000 تومان. منی که انبارم خالی شده میخوام برم رژ لب بذارم تو انبار. حالا چرا مثال رژ لب زدم؟ اینم برای من خیلی عجیبه، خیلی خودجوش این مثال اومد. اگه این مثاله برات خیلی جذاب بود، این لایکو از من دریغ نکن، یه کامنت خنده‌دار هم میتونی برام بذاری. خلاصه نمیدونم چرا اصلا منم هنگم چرا مثال رژ لب زدم، خیلی عجیب بود. خلاصه چون من با شما راحتم همینجوری ویدیو رو تا تهش میریم. میگه رژ لب اتحادیه گفته 250,000 تومان باید بفروشی. خب من همین الان بخوام برم بگیرم باید 300 بخرم، بیام 250 بفروشم؟ نمیخرم آقا، ولش کن. من قید رژ لبو میزنم، میرم سراغ بقیه رگال کاریم، روی اونا کار میکنم. این اتفاق دقیقاً راجع به بیت کوین هم داره میفته. از یه جایی به بعد وقتی انبار ماینرها تموم بشه، بیت کوینی دیگه برای فروش نداشته باشن، حالا برای استخراج بیت کوین باید نزدیک 60 خورده هزار دلار، $70,000 هزینه بکنن. چه اتفاقی میفته؟ میان بیت کوینشون رو روی این قیمتا بفروشن. طبق محاسبه کریپتو کوانت که میگم این عدد نزدیک $78,000. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا جان من نمیفروشم، دستگاهمو خاموش میکنم. خاموش شدن دستگاه یعنی عرضه بیت کوین که تا دیروز مثلا داشت روزی 500,000 تا بیت کوین توسط همه ماینرها میومد تو بازار، یه سری دستگاهشون رو خاموش کردن. حالا به جای 500,000 تا داره 200,000 تا وارد بازار میشه. چه اتفاقی افتاد؟ عرضه اومد پایین. از اون ور تقاضا ثابته؟ نه، حتی اگر تقاضا ثابت هم باشه با این عرضه باز قیمت میره بالا. اما نکته‌ای که وجود داره با این اتفاقات ETF بیت کوین که داره رخ میده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محبوبیتی که بیت کوین به دست اومده و بقیه ارزها خریدار بیت کوین هستن. اتفاقا هرچی قیمت بیت کوین بیاد پایین‌تر، اونا با ولع بیشتری خرید میکنن. این اتفاقه یعنی چی؟ یعنی بیت کوینه حالا عرضه و تقاضاش هم خونی نداره و قیمتش دوباره رشد میکنه و میره بالا. پس رفیق اولم حواست به این نکته باشه، فعلا انبار ماینرها پره و روی این قیمت ها فروشنده هستن، اما از یه جای به بعد بازی به کل تغییر میکنه و خودتو آماده بکن برای تغییر بازی. چپتو پر بکن که بیت کوین ارزشمندترین دارایی دنیاست. امیدوارم ویدیو لذت برده باشی و نکات خوبی یاد گرفته باشی که اگر اینطور هست خوشحال میشم برام لایک کنی. اگر سوالی داشتی برام کامنت کن که لایک و کامنت تو یه دلگرمی بزرگیه برای من. در نهایت 2 تا ویدیوی دیگه معرفی میکنم که علمت رو تو این حوزه بالاتر ببره. امیدوارم حال دلت عالی باشه و تا آموزش بعدی جیبت پر پول و ذهنت پرشور.